بچه ها سلام، خوبی؟ آقا قبل از اینکه بریم سراغ فیلم، بچه ها هی از من میپرسن چرا تو فقط با این یه تیشرت میای؟ بچه ها من یه چیز بهتون بگم، من فقط دو رنگ لباس دارم، یعنی یه مشکی یا سفید. البته سرمه‌ای هم دارم، ولی کلا همین دوتا رنگ لباس دارم، به خاطر همینه، فقط همینو میپوشم. آره بریم سراغ فیلم. من تو رو خیلی دوست دارم. چرا تخمه؟ زن نگیری یا کس خود. آقا از دوستانی که پارسال برای من آرزو کردن سال خوبی داشته باشن، تقاضا دارم امسال هیچ آرزویی واسه من نکنید. همش به گاه رفتم پسکی. رفتی اتاقم؟ آره. پایین کیبورد اون کنترل رو نگه دار. کنترل بعد پایین کیبورد. چند تا فایل هست، اونا رو همه رو با هم دیگه بگی بردار. سمت چپت یه پنجره است، پنجره رو باز کن، فایل رو بنداز اونجا. فرض کنید این کره زمینه، اینم تمام پسرای مجرد موجود در این کره زمینه، اینم منم که دنبال یه دونه شوهر میگردم. 206 دنا فوز ماشین چینی این سری میگن آپشن نره. بیا این آپشنش، در ماشین که وا می‌کنی به صورت وکیوم بسته میشه، این اولین آپشن. دوم اینکه در جلو به صورت فیس آیدی وا میشه. اصلا گفتم در جلو. ولی ببخشید آقا، من معذرت میخوام ازت. ببخشید واقعا دارم از خجالت آب میشم. نه برای چی داداش شده؟ واقعا معذرت میخوام. نه داداش بگو عزیزم. چیو بگم؟ بگو میخوای حرفی بزنی بگو دیگه. حرفی مگه با شما دارم من؟ نه شما گفتی که من خجالت میگم، میخوای چی بگی؟ ببخشید شما. آقا حاضری کدوم یکی از رفیقاتو بدی تا این ماشینو بدم به سجاد؟ قد 190 وزنت 85. داداش ما رفیق محسن قد 187 وزنت 90. درست گناه داریم. خب ما رو معرفی کن. هر کدوم از این دو تا رو برداشتی یه رشانتیون بدم. ای خدا. بچه ها حتما در مورد فیلم اگر نظری دارید توی کامنت ها بگید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.